بیماری میانسالی یا کریزیس میانسالی است میگن شما نمیدونید درباره‌اش؟ ما درباره هیچ چیز نمیدونیم. همین کریزیس رو در وقت میانسالی از اون سبب وجود میاد که عقل آدم کمه. همین عقل کم شد هر بلا میآید. همین کریزیس و همین خیلی کسلی که در دوره میانسالی میاد این بی‌عقلی است. فکرای زیاد میکنی. این فکر میکنی، اون فکر میکنی. همین آینده برده شما را به یک کسلی دچار میکند. برای هر کس هر خیلی از من خدا را شکر لیکن همین دوره رو اونقدر سخت نگذراندم چون که من اکنون حیات سالم گذراندم با ماینوشی و نوزکشی سیگارکشی مشغول نبودم و مشق جسمانی میکردم خیلی کار میکردم. البته همین دوره گذری که اکنون من این نگفتم که 62 رفتم سال دیگه ان شاء الله اگر زنده باشم با نفقه بگیرم ما همین دوره را نقض گذراندم لیکن برای بعضی ها مشکل است و رو هفتاده میشوند تیز خود رو بوی میدهند قوت جسمانیشون کم میشه و خیلی بینایی و شنوایی کم میشه و بعد دیگه قوت ها اونها زیخ رو افتاده میشه لیکن من البته آنچه نقص میکنه خودم رو خدا شکر. اگر مثلا لحظه های شود که مثلا غمگین شود یا اینکه مثلا از یگان چیز ناراحت باشد همین ناراحتی خود رو چگونه میبرید؟ بعضی مثلا با ماینوشی میروند بعضی من فهمیدم شما را من البته ما الحمدلله شخص مسلمان هستیم ما بسیارتر به خدا مراجعت میکنیم به خدا مراجعت میکنیم از خدا مدد میخواهیم هم صحبت خدا رو هم صحبت خود میبینیم روز نیاز میکنیم بعد بسیارتر کتاب میخونیم یکون کتاب رو گرفته همون مطالعه میکنیم همون حالتهای ناگوار از ما در سرگرم همون مشغول کتاب خواندن همون چیزای ذوق‌آور رو از ما همون غمگینی برطرف میشود. همین یک بیماری است میگن طبیبان بیماری میانسالی یا کریزیس میانسالی مثلا شما درباره همین یگان معلومات دارید؟ نه البته معلومات ندارم من موسیقی شده غم گرفتم. وقتی خودت بگیر تو 2 سال آخرینگیش میگیرم. پنسیون توری؟ پنسیونر ها؟ 2 سال آخرینگی سالا دارم پنسیون میگیرم. او موسیقی بیچاره میره کلام کارخانه قبول میکنه و اویلگی کلام قطعی. یعنی از زندگی گذشته یگان نقشه نبود که عملی نشده ماند. کیست که عملی نشده باشه؟ حالی وقت هست برای عمل باشه. یعنی غمگین نیستید که عملی نشده است؟ نمیدونم. هر انسان با میشد عملیش دوری نمیبیاد وای میشد. مثلا با شما بسیار نقشه ها بود که عملی نشد یا که کم؟ خدا با شکر بسیار نشده است کم. از همین گذشته غمگین نیستید؟ غمگین که کمک کسلی عصبی شده ایم انسول همین کمک تشکیل. از چی حساب همین کسلی انسول؟ همین حیات مجبوری خدیش کار کرد. چند ساله دم ها؟ من 57 ساله. اما وقتی که مثلا غمگین میشوید غمگینی خودتون را چگونه بیرون میکنید؟ اکنون خودم میدونم خدا میدونم.